السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران محترم، بعد از اینکه این ویدیوها را تماشا میکنید به نزدیکانتان، به دوستانتان روان کنید تا اینکه دیگران هم از این ویدیوها منفعت برند. جزاکم الله خیرا. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه رضی الله عنها ازدواج کرد، ولی با او زندگی نمی کرد، برای اینکه اکنون خرد بود. شب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خود نشسته بود. ناگهان جبرائیل علیه السلام به نزدش آمد. این حادثه را انس رضی الله عنه روایت کرده فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شب نشسته بودم در خانه، ناگهان دیدم که بالای خانه از بین دو تقسیم می شود، یعنی بالای خانه کشوده می شود و جبرائیل علیه السلام به نزدم می فراید. یعنی این معجزه را دید که چطور خانه دو تقسیم می شود و باز به حالت پیشین بر می گردد. جبرائیل علیه السلام سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم را کشاد، یعنی گویم که رسول خدا را اپراسیون کرد، جراحی کرد و دل رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بیرون برآورد و او را با آب زمزم شست و دل رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پر از ایمان و حکمت کرد. یعنی این باری سوم بود. باری یکم وقتی خرد بود، باری دوم در غار حرا بود این حالت شده بود و باری سوم پیش از سفر به آسمان ها. و باز سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوخت. رسول الله صلی الله علیه و سلم همه این ماجرا را میدید، یعنی میدید که چطور دلش را میشوید و چطور سینه اش را میدوزد، ولی احساس درد نمیکرد. همه این به امر الله بود، معجزه بود. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم پی این دوخته شده را به اصحابش نشان میداد. یعنی وقتی که این حدیث را روایت کرد، جسد خود را نشان داد که چطور جسدش دوخته شده بود. همه این کار تیاری به سفر، یعنی تیاری به سفر اسراء و معراج بود. بعد از این حادثه چند روز گذشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم شب پشتش به کعبه گذاشته خواب بود. جبرائیل علیه السلام به نزدش آمد و رسول خدا را یعنی بیدار کرد تا که سفر بزرگی شروع شود. سفر به سوی آسمان ها. جبرائیل علیه السلام با خود براق آورده بود. براق این از اسب پست است و از خر بلند است. براق بسیار تیز حرکت میکرد. اگر یک قدم میمان، یک قدمش تا جایی که چشمت میبیند. وقتی که در زمین هموار آدمیزاد میبیند چقدر یعنی دور را میبیند، همون قدر قدم میزد. یک قدم میزد بسیار هم فاصله دور قدم میزد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در براق سوار شدند و سفر شروع شد. در یک وقتی کوتاهی به بیت المقدس رسید، یعنی به فلسطین رسید. در بعضی روایت ها میگویند براق را در سنگ بست. این همان سنگ است که در فلسطین وجود دارد. بعضی از گویم که آدمان میگویند که سنگ پرواز کرد و از جایش حرکت کرد و تا حال بینی، یعنی در زمین نیست، کمی از زمین بالا است. وقتی که ما قصه اسراء و معراج را با حدیث ها میخوانیم، چون روایتی وجود ندارد که سنگ از زمین بالا بود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد در آمد. در درون مسجد پیغمبران را دید که نشسته بودند. همه پیغمبران
در مسجد حضور داشتند. یعنی از آدم علیه السلام تا عیسی علیه السلام چقدر پیغمبری که بود همش در همون مسجد حضور داشتند. چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح است فرمودند عدد رسول ها 300 تا است و عدد پیغمبران 24,000 است. یعنی همه اینها در آنجا حضور داشتند. یعنی بسیار جمع مبارک بود. برای همین الله متعال میگوید که زمین فلسطین مبارک است. این در آنجا همه پیغمبران جمع شده بودند. و در زمین مکه هم پیغمبران بودند. همه پیغمبران حج کردند در گردی کعبه، چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. ولی در مکه جمع نشدند. هر پیغمبر در زمانه خود در گرد کعبه طواف کرده است ولی یک جای جمع نشدند. اما در فلسطین همه پیغمبران جمع شده بودند. پیغمبران در صفها ایستاده بودند، برای یعنی تیاری می‌دیدند برای نماز. در بعضی روایت ها است که رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت خواندند، یعنی امام شدند به پیغمبران. یعنی چی شرف است، چی قدر است که بر همه پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم امام شد. این قدر و مرتبه رسول خدا را نشان می‌دهد. بعد از خواندن نماز جبرائیل علیه السلام 2 کاسه آورد. در یک تا شیر بود و در دیگرش شراب بود. تا حال شراب حرام نشده بود، یعنی حکم حرام بودن شراب نبرآمده بود. رسول جبرائیل علیه السلام یعنی این 2 کاسه را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اختیار داده بود که از کدام اینها میگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر را گرفت و کمی نوشید. جبرائیل علیه السلام گفت هدایت یافتی و هدایت یافت امت تو. و در آن زمان یعنی چطوری که گفته بودیم شراب حرام نشده بود، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم شراب را نگرفت، برای اینکه فطرت آدمی شراب را نمیپسندد و آن شرابی که در جنت است مست کننده نیست. یعنی هر چیزی که مست میکند آدم را ضرر میرساند برای آدم. یعنی آدم نمیفهمد که چی کار میکند. برای همین شراب حرام نبود، ولی فطرتی آدمی زاد شراب را قبول نمیکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از اسلام هم شراب ننوشیده بود. بعد از این کار برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نردبان را گذاشتند، یعنی گویم که شتپایه را گذاشتند. چگونه بودنش را الله دانا است. در یک لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام به آسمان یکم رسیدند. یعنی در یک مدت کوتاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام در آسمان یکم رسیدند. ولی دروازه آسمان یکم بند بود. در را کوبیدند. ملائکه‌ای که در نزد در است از درون پرسید، گفت کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت من هستم. ملائکه پرسید با تو کسی هست؟ جبرائیل علیه السلام گفت بله محمد است. و ملائکه گفت به من امر شده بود که دروازه را برای محمد بگشایم. و دروازه باز شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام آسمان یکم را در آمدند. رسول خدا از دوری مردی را دید که قدش بسیار بلند بود، 60 بازو بود، یعنی تقریبا 37 متر بود قدش.
در اطراف یعنی همین مردی قد بلند مردمی زیادی بودند تا درجه که اطرافش سیاهی میکرد. اگر به طرف راستش نگاه میکرد همین مردی قد بلند، اگر به طرف راستش نگاه میکرد نظر میکرد میخندید، تبسم میکرد، و اگر به طرف چپش نگاه میکرد گریه میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعجب ماند. از جبرائیل علیه السلام پرسید کیست این مرد و اینها کیستند؟ جبرائیل علیه السلام گفت این پدرت آدم است. مردمی که در اطرافش هستند فرزندانش هستند. کسانی که از طرف راستش هستند اهل بهشتیان هستند. برای همین وقتی که به طرف راست نگاه میکند خنده میکند و به طرف چپ نگاه میکند فرزندانش که در دوزخ هستند، در عذاب هستند، آنها را میبیند، به طرف چپ نگاه میکند گریه میکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد آدم علیه السلام آمدند، سلام کردند. آدم علیه السلام به رسول خدا گفت خوش آمد پیغمبر بزرگ، پسرم، پسر نیکوکار. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم مردمی را دید که در حوضی شنا میکنند، یعنی آبازی میکنند. بعضی علما میگویند حوضی پر از خون بود. وقتی شنا میکردند به طرف حوض میرسیدند دهانهای خود را باز میکردند و ملائکه ها آنها را با سنگهای بزرگ در دهانهاشان میزدند که رویهای آنها پر از خون میشد و بر میگشتند. باز به طرف دیگری همین حوض میرفتند و در همون طرف وقتی که دهان را باز میکردند باز ملائکه ها در دهانهای همین ها با سنگ ها میزدند و همین طور دوام میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید ای جبرائیل کیستند اینها؟ جبرائیل علیه السلام گفت اینها همان شخصانی هستند که مال یتیم را خوردند، یعنی مال یتیم را گرفتند، مال یتیم را خوردند. کسی که مال یتیم را میخورد با او همین کار میشود، یعنی با او همین جزا است. این فقط تا روز قیامت است و روز قیامت در عذاب سخت گرفتار است. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم مردهای را دید که شکمهای بزرگ داشتند، کلان داشتند و با پشت بر زمین افتیده بودند و خانواده فرعون آنها را بر آنها راه میگشتند. اهل فرعون، خانواده فرعون سحر و بیگاه در عذاب هستند تا روز قیامت. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. سحر و بیگاه آنها در عذاب هستند، یعنی که سحر خانواده فرعون را ملائکه ها به دوزخ میبرند و وقتی که گذر میکنند از بالای همین آدمایی که شکمی بزرگ دارند از بالای همین ها میگذرند، شکم های آنها را با پای های خود زیر میکنند. آنها کسایی که با پشت خوابند آنها هم در عذاب هستند و اینها گذر میکنند به دوزخ میروند و بیگاه میشود و برمیگردونند بعضی وقت و باز بیگاه آنها را باز به دوزخ میبرند، یعنی در یک روز دو مرتبه به دوزخ میبرند آنها را و در راه با یعنی شکم بر شکم های همین آدم ها گذر میکنند. و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. و روزی که قیامت می شود الله متعال امر میکند که خانواده فرعون را در سختترین عذاب گرفتار کنید، درآورید. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید کیستند اینها ای جبرائیل؟ جبرائیل علیه السلام گفت
اینها کسانی هستند که ربا میخورند، میگویم که پراتسن میگیرند، یعنی با پول همین ربا زندگی میکنند، به مردم پول میدهند و باز چی پراتسن میگیرند، از آنها پول اضافه میگیرند. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم مردمی را دیدند که خوراک های ویران شده و بویی که بد میکرد در دست آنها بود و میخورد، تا درجه بوی میکرد که آدمیزاد نزدیک شدن نمیتوانست به این چنین خوراک، ولی آنها آن خوراک ها را میخوردند در حالتی که در دستشان خوراک خوب بود، ولی آنها خوراک بد را میخوردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید کیستند اینها؟ جبرائیل علیه السلام گفت اینها زناگران هستند، کسانی که زنا میکنند حالشان تا روز قیامت همین است. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسمان دوم رفتند. همه این ماجرا اکنون در آسمان یکم بود. اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام به آسمان دوم رفتند. وقتی که به نزد دروازه رسیدند، ملائکه یعنی در را کوبیدند، ملائکه پرسید کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت من هستم. ملائکه پرسید با تو کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت محمد است. و ملائکه گفت امر شدم که یعنی برای محمد در را گشایم. و به آسمان دوم در آمدند. رسول خدا دو پیغمبر بزرگ را دید، دو پیغمبری که پسر خاله هستند، یعنی دو پیغمبری که خیش هستند، بچه خاله هستند، به یکدیگر پسر خاله هستند، یحیی و عیسی علیه السلام. یعنی وقتی آنها را دید پرسید از جبرائیل علیه السلام اینها کی هستند؟ جبرائیل علیه السلام گفت این یحیی و اینش عیسی است. و با هر این دو پیغمبری بزرگ رسول خدا سلام کرد. پیغمبران رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیشواز خوب گرفتند و گفتند خوش آمد مردی نیکو و پیغمبری نیکو. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام با آسمانی سوم رفتند. بار دیگر دروازه را کوبیدند. ملائکه پرسید کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت من هستم. ملائکه پرسید با تو کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت با من محمد است. و ملائکه گفت امر شدم که برای محمد در را گشایم و در را باز کرد. به آسمان سوم در آمدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم مرد بسیار زیبا را دید، یعنی یوسف علیه السلام را دید. پرسید کیست این؟ جبرائیل علیه السلام گفت یوسف است، یعنی یوسف علیه السلام است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم زیبایی یوسف را وصف کردند. فرمودند چونین زیبایی که یوسف داشت من ندیده بودم. یوسف را الله متعال نصف زیبایی را داده است. یعنی اگر زیبایی را دو تقسیم کنیم، یک تقسیمش را الله متعال به همه انسان ها داده است و قسم دومش را، قسم دیگرش را به یوسف علیه السلام داده است. رسول الله صلی الله علیه وسلم با یوسف علیه السلام سلام کردند. یوسف علیه السلام به رسول خدا گفتند خوش آمد برادری بزرگ، مردی بزرگ و پیغمبری بزرگ. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم با آسمان چهارم رفتند. در آنجا مردی را دیدند، ادریس علیه السلام را دیدند. پرسیدند این کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت این ادریس علیه السلام است. و باز با
ادریس علیه السلام سلام کردند. ادریس علیه السلام گفت خوش آمد برادری نیکو و پیغمبری نیکو. رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام به آسمان پنجم رفتند. در را مثل هر بار کوبیدند. پرسیده شد که کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت من هستم. پرسیدند با تو کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت با من محمد است و در را گشودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آسمان پنجم هارون علیه السلام را دید. بسیار مردی بزرگ بود. پرسید کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت هارون است و با هارون علیه السلام سلام کرد. هارون علیه السلام گفت خوش آمد مردی نیکو و برادری و پیغمبری نیکو. و باز با آسمان ششم رفتند. در را کوبیدند. پرسیده شد کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت من هستم جبرائیل. پرسیدند با تو کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت با من محمد است و در را باز کردند. در آسمان ششم موسی علیه السلام را دید. پرسیدیم کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت موسی است و با موسی علیه السلام سلام کردند. موسی علیه السلام گفت خوش آمد برادری نیکو و پیغمبری نیکو. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد موسی علیه السلام رفت، موسی علیه السلام گریه کرد. آوازی آمد ای موسی چرا گریه میکنی؟ موسی علیه السلام گفت سبب گریه من در این است که این جوان بعد از من آمده است، بعد از من پیغمبر شده است، ولی امتش یعنی امت این بسیار است و بسیار به جنت می درآیند. امت من کم است، یعنی امت من کمش به جنت می درآید. سبب گریهش همین بود موسی علیه السلام بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام به آسمان هفتم رفتند. در کوبیده شد و پرسیده شد که کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت من هستم جبرائیل. پرسیده شد که با تو کیست؟ جبرائیل علیه السلام گفت محمد است با من و در گشوده شد. دروازه آسمان هفتم گشوده شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت المعمور را دیدند. چطوری که ما در دنیا کعبه داریم، خانه کعبه، و به زیارتش می رویم، حج میکنیم، در گردش طواف میکنیم، در نزدش عبادت میکنیم، اهل آسمان ها هم ملائکه ها در آنجا کعبه دارند که او را بیت المعمور نامیدند و در اطرافش عبادت میکنند، طواف میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت المعمور را وصف کردند. بیت المعمور بزرگ است و هر روز 70,000 ملائکه در اطرافش طواف میکند. ملائکه که یک بار طواف کند تا روز قیامت برای اون نوبت نمیرسد. هر روز 70,000 ملائکه که طواف نکرده است اکنون به همین بیت المعمور می آید و در گردی بیت المعمور طواف می کند. اکنون فکر کنید که هر روز در گردی بیت المعمور ملائکه هایی که نو یعنی طواف نکردن طواف می کنند و کسی از آنها طواف کرده است تا روز قیامت برای اون نوبت نمی رسد دیگر. برای همین الله متعال در قرآن فرموده است و ما یعلم جنود ربک الا هو. الله متعال چنان ملائکه زیاد و یعنی بزرگ دارد که فقط عددش را حسابش را فقط الله متعال خودش داناست.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم آسمان ها را پر از ملائکه ها یافت. بعضی آنها در حالت عبادت و بعضی آنها امری را اجرا میکنند. هر ملائکه به کاری مشغول است. رسول خدا فرمودند در آسمان جای خالی نیست. در هر کنج آسمان ملائکه هست. آسمان وزنینی میکند، از حد زیاد هستند ملائکه ها. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد بیت المعمور شخصی را دید که شیشته بود و پشتش به دیوار بیت المعمور بود. بسیار به رسول خدا مانندی داشت. یعنی خود رسول خدا میفرماید، یعنی میگوید با من بسیار مانندی داشت. از جبرائیل علیه السلام پرسیدم کیست این؟ جبرائیل علیه السلام فرمود این پدرت ابراهیم است. چطور که در نوارهای گذشته نقل کرده بودم، رسول الله صلی الله علیه و سلم از نوادگان اسماعیل و ابراهیم علیه السلام است. اسماعیل علیه السلام در مکه زندگی میکرد و از نسل اسماعیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم است. برای همین ابراهیم علیه السلام بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول خدا با ابراهیم علیه السلام سلام کرد. ابراهیم علیه السلام به رسول خدا گفت خوش آمد پسری نیکویم و پیغمبری نیکو. ابراهیم علیه السلام نصیحت خوبی کرد برای امت، یعنی برای ما امت محمد صلی الله علیه و سلم. رسول خدا نصیحت ابراهیم علیه السلام را یعنی نقل کردن. در حدیث روایت شده است که ابراهیم علیه السلام گفت ای محمد امتت را سلام بگو از نام من، یعنی سلام من را برای امتت برساد و بگو به آنها جنت زمینش خوب است، زمین خوبی دارد و آبش شیرین است و دانه‌ای که در جنت کشت و کار می شود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یعنی وقت مسلمان سبحان الله میگوید درختی در آنجا برایش شنانده می شود. وقتی که الحمدلله میگوید درخت شنانده می شود. وقتی لا اله الا الله میگوید والله اکبر درختی برایش شنانده می شود. در روایت دیگر لا حول ولا قوة الا بالله است. یعنی این دانه های جنت است که وقتی ما ذکر میکنیم همین ها به سبب همین ذکرها برای ما دانه ها شنانده می شود. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام به اطراف آسمان هفتم رفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سفر طولانی جبرائیل علیه السلام را با شکل و صورت آدمی میدید. یک بار رسول الله صلی الله علیه و سلم بار یکم جبرائیل را همان شبی که جبرائیل علیه السلام بار یکم به نزدش آمد و رسول خدا را گفت که تو پیغمبر هستی، در همانجا به شکل حقیقیش دیده بود جبرائیل را. ولی در این سفر جبرائیل علیه السلام به شکل آدم یعنی میدید. وقتی که در اطراف آسمان هفتم سفر داشتند ناگهان رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف جبرائیل علیه السلام نگاه کرد، نظر کرد. دید جبرائیل علیه السلام مثل یک لباسی ترسیده است، در خوف است از الله ذوالجلال. جبرائیل علیه السلام را به شکل حقیقیش بار دوم در سدرة المنتهی دید.
ولقد رآه نزلة اخرى، او را بار دیگر دید، عند سدرة المنتهى، در نزد سدرة المنتهى. سدرة المنتهى چیست؟ سدرة المنتهى این درختی است که برگهایش مثل گوش فیل است. یعنی این وصف را رسول خدا فرمودند که درختی هست که برگهایش مثل گوش فیل ها است و میوه هایش مثل کوزه ها است. میگویم که مثل ناک، مثل کوزه است. در همین حالت بود که نور الله را دید. اذ یغشى السدرة ما یغشى، در همین حالت نور الله را دید. ما زاغ البصر و ما طغى، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در حقیقت دید نور را و در حقیقت رسول خدا در آسمان ها وجود داشت. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، به تحقیق رسول الله صلی الله علیه وسلم این معجزه های بزرگ را دید. ان شاء الله تعالی در نوار بعدی یک جایه میشنویم چطور رسول الله صلی الله علیه وسلم در آسمان هفتم چی کارها کرد و چی شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.